آقا این چیه داستانه؟ آقا این معجون خشخاشه، تمومم شد. یعنی چی معجون خشخاش؟ پادر، کمردرد، دردای مفاصل، بلغم، گوارش، معده، کسلی، بیحالی، برای همه چی خوبه. یه تیکه میشه پایین 15 سال نباید بخوره، بالای 15 سال هم روزی همینقدر. تو چایی هم میشه انداخت؟ نه همینجوری خالی بخور، انرژی تو 100 برابر میکنه. ممنونم. خواهش میکنم. اومدین بوستان گفتگو برای نمایشگاه، حتما قفه اثر بیاین. ایشون خود ایشونه اونجا هم داره ویدیوش نشون میده که چقدر اثر رو زنبورا دوستش دارن. پیامتون خیلی خوش اومدید به گربه عسل سبلان. بهترین نوع عسل سبلان آوردم، در خدمت شما هستیم. انواع عسل جوان وحشی، آویشن آوردم، آویشن کوهی سبلان، عسل گلگاب زبان، عسل ترجیا، عسل جنگلی، محصول جنگل فندقلو. هر کس اردبیل اومده میشناسه جنگل فندقلو. عسل گلهای وحشی در سال یه بار برداشت میشه. بعد پیامتون یه عسلم آوردم خفن به قول ترکا بال عسل طبیعی، اصل ارگانیک، حاوی یل رویال، عسل منطبیعی هم داریم، در خدمت شما هستیم. این عجب چیزیه بچه‌ها، اینجا موماشون هم بله، میتونید ببینید. اینو بگید. عالی. هر کس هم از طرف پیجا شما بیاد به یاسر فرانی چیکار می‌کنید؟ 10% تخفیف میشه. 10% هم تخفیف داد. بچه‌ها مزارعشون هم اونجا داره نشون میده، خیالتون راحت باشه. ارسال به تمام نقاط کشورم دارم، ارسالم در به منزل رایگانه. اما من برای چی آوردم؟ معجون عباس سمت مغز آسیب شده داره، با روی کش فندق بالا منی بالا زمینی فندق پسته گردو داره داخلش. اینم که سلطان معجون 12 مغز 12 مغز آسیب شده داره، پسته بادام گردو شده سه دونه مثلا کنجی انجیر مریض بادام منی بالا زمینی فندق. اینم ازش معجون جنسینگه، طعم گرمیش 9 برابر سیره. اینم معجون شیر عسل وانیل نارگیله. اینا هم نقلای ارومیه است. اینا چیه؟ اینا سوجوق. من عاشق این سوجوق استانبوله، با شیره گردوه، با شیره انگور که بهش میگن خود ترکا دوشاب. وای ببین چه محصولاتی داریم آذربایجان. این سوجوقا خوراک صبحونه است. حالا بیا داخلشو بهتون بیا اینجا کالبد چکافیش کنیم. بیا اینجا به به نگاه کن داخلشو. گردوه به چه گردویه. اینم نخشه که به این صورت میکشی و در میاد. تموم شد و رفت. حجم مغزو ببین خدا وکیلی رخ کارو نگاه داره میگه. دونه هم حدوداً 100,000 تومانه. آفرین. ببین 3 تا دونهش تقریبا میشه 1 کیلو 6 ماندگاری داره برات. اینم غرفه لبنیات، ماست سوزمه، ماست چگیده، ماست خیار. اینم کره تبریزی، گاوی، دوغی درجه 1. کره هاشون محلیه و میگن از تبریز میارن. رب خونگی هم اینجا دارن. داستان این پفکه چیه؟ این پفک‌ها برای اولین بار تو ایران درست شده با آرد سبیق. آرد سبیق میگن شبه پفک، ما میگیم پفک ولی شبه پفک. پر مکمل غذایی، پر پروتئین و ویتامینه. به بچه‌ها هم بدید ویتامین میگیرن، ضرر نداره. این دیگه تهشه. کل چیپس و پفک‌ها بدون روغنه. دستگاه هواپز، سرخونای بدون روغن که تو ایران اومد، همون موقع دستگاه پیشرفته اومد که هواپز میشه. کل غلات من بدون روغن. یو گنگ. خب یه لحظه بیا جلو. این ترشی واسط آوردم، ترشی انبه، همشون مال رودبار شمال عزیزم. ترشی موسیلمونه که فوق العاده است و ترشی اسپانیاییمون که هر چی نگاه می‌کنی فقط سبزیجات خیارشوه؟ نه عزیزم، هندونه ابوجهل. چجوری نمی‌شناسیش؟ دورت بگردم. وای آقا پیام بیا ببین برات چی آوردم. غذای خوشمزه 28%، 35%، 40%، 60%. بیا حالا اینور ببین اینجا چی آوردم. لوکمای خوشمزه با طعمای مختلف، پرتقال، نارگیل، همه طعمی آوردم برات. این غذا که گفتی درصد پستشه دیگه. بله درصد پستشه، پستشون هم اعلا. مثل موچی اینا داخل